سلام. رئیس جمهور تازه به دوران رسیده خامنه‌ای یعنی پزشکیان از روز اولی که اومده فقط یک حرف بلده بزنه و در پاسخ به هر سوال و هر بحران و هر مشکلی که روی میدش میذارن همین یک کلمه رو تکرار میکنه که دعوا نکنیم، وفاق کنیم. این اول شدن با شعار و دعوا نمیشه. این که میگم وفاق داشته باشیم، این که میگم دعوا نکنیم، بر چی دعوا میکنیم؟ مبنای فکری و باورم از کتاب و حسابی است که با اینجوری رشد کردیم. حالا هی بهش میگن طرحت چیه، برنامه‌ت چیه، چی کار میخوای بکنی، پول از کجا میخوای بیاری؟ اینم هی فقط میگه با وفاق همه چی درست میشه. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. قویاً اعتقاد دارم که هر گونه اصلاح اقتصادی صرفاً با وفاق تحقق خواهد یافت. ما گفتیم وفاق. دلم میخواد از همه دولت‌ها باشن. اگر در جامعه مشکل وجود داره اختلافات خودمونه، کسی دیگه نی. از اول گفتم باید وفاق کنیم، باید تو خونه جمع شیم، اختلافاتمون رو حل کنیم. خلاصه پزشکیان اینقدر به این وفاق چسبیده بود که اسم دولتش رو هم گذاشت دولت وفاق ملی. یعنی تمام سرمایه گذاری دولتش رو روی همین یک کلمه کرده بود و اصلا عمد داشت که این برند وفاق به اسم پزشکیان و دولتش به ثبت برسه. آقای دکتر پزشکیان یک کلمه ای رو به کلمه واژگان سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود به نام وفاق. وفاق به مفهوم نزدیک شدن دل هاست. حالا روزهای اول کسی بهش چیزی نمیگفت، ولی الان بعد از 3 ماه که دیگه بحران و بدبختی های داخلی و بین المللی داره از سر و کوله حکومتشون بالا میره، دیگه این ایده بچگانه وفاق داره توی خود نظام هم کم کم میره رو اعصاب. آخه بعد از این همه سال که همه باندهای نظام دارن سر سهم بیشتر از قدرت و غارت ملت همدیگه رو جر میدن، این فکر کرده شاه کلید پیدا کرده که بیایید دیگه با هم دعوا نکنیم، وفاق کنیم، همه چی درست میشه. یعنی هیچ کس توی نظام تا به حال به عقلش نرسیده بود، الان تو گفتی فهمیدن؟ یعنی این ایده وفاق توی حکومت گرگ ها همینقدر بچگانه است که انگار اینا دوتا کوچولو هن که با هم دعوا نکنید، پسرای خوبی باشید، یه آب نبات برای تو، یه آب نبات برای تو، برین تو کوچه بازی کنید. مسخره کردی خودتو. این حکومت از روز اول از باندهای مختلف گانگستر وحشی جنایتکار تشکیل شده که فیلم اوباش نیویورک در برابر اینا کاریکاتوره. بعد این زرشکیان فکر کرده که میتونه با بستن چشمش روی اصل و ریشه این دعوا در درون نظام با گفتن یک کلمه وفاق همه چی رو حل کنه که کابینش هم با همین ایده شید، مثل آجیل مشکل گشا، یه ذره بادوم، یه ذره کشمش، 2 تا از این باند، 2 تا از این یکی. خب همین ایده الان توی رسانه‌های خودشون مورد اعتراضه. اینکه افرادی مانند آقای پزشکیان میگویند ما به دنبال وفاق هستیم، انگار تصورشان این است که وفاق یک رویداد است. مثلا فردا میتوانند اعلام کنند وفاق شد، یا اگر مثلا 2 نفر از هر جناح سیاسی را در هیئت دولت گذاشتن این وفاق است. نمی شود دستور داد که اختلافاتی که هست از بین برود. بله، الان که دیگه داره همه پست‌ها و کرسی‌های حکومت تقسیم میشه و مشکلات جدی داره روی میزشون میاد، باندهای نظام هم داره بیغ بیغشون سر این نمایش فکاهی وفاق در میاد. تقریبا میتونم بگم اطمینان دارم به نیت رئیس جمهور بر سر این ایده وفاقی که مطرح میکنن، با همه کمال‌کاستی‌های گفتمانی که به نظرم دارند، ولی در بدنه دولت، در لایه وزارتخونه ها به اسم وفاق دارن خالص سازی میکنن. یعنی انتصاب هایی که در وزارت علوم و وزارت بهداشت رقم خورد. این یکی که یه بسیجی توی دانشگاه است که ناراضیه چون میگه وزارتخانه بهداشت و علوم افتاده دست وزرایی که از باند مخالف اینا هستن و این دیگه جا مونده. کله گنده های همین باند مثل آخوند علم‌الهدی هم میگن که وفاق که میگید ما حاضر نیستیم با هر کسی وفاق کنی. به اینم که آقای رئیس جمهور اعلام کردن وفاق ملی، معنای وفاق ملی چیه؟ اما معناش وفاق دیندار و بیدین نیست، یا وفاق متدین و غیر متدین نیست. یعنی این باند علم‌الهدی اینا که معروفن به باند خامنه‌ای میگن ما اگرم بخوایم وفاق کنیم فقط به آدمای باند خودمون وفاق میکنیم. وفاق با اون یکی باند حاکمیت اصلا براش معنی نداره. یعنی چی؟
اون یکی باند یعنی باند اصلاحات شام که ادعاشون اینه که ما پزشکیان رو به قدرت رسوندیم وگرنه پزشکیان خودش چیزی نبود. اونا هم الان شاکیان که این داره کارهای دیگه‌ای میکنه، سهم ما رو نمیده. موفقیت آقای پزشکیان با حمایت قاطع اصلاح طلب ها بوده که از مردم خواستند پای صندوق حاضر شوند که آقای پزشکیان پیروز انتخابات شود. اما میبینیم کلا 3 وزیر از جریان اصلاحات انتخاب کردند. حداقل معاونین را اصلاح طلب میگذاشتند که این کار را نکردند. گفتیم 31 استاندار باید انتخاب کنید و اینها را از اصلاح طلب ها بگذارید تا یک اتفاق طرفینی صورت بگیرد، اما این گونه هم نشد. پس باند اصلاحات شام دارن میگن تو کابینه که سرمون کلاه رفت. بعد از کابینه اومدیم توی معاونین وزرا، اونجا هم چیزی گیرمون نیومد. الان رسیدیم به استاندارا، اونجا هم که باز نفرات باند رقیب رو گذاشتن. این دیگه چه ذلتیه؟ اگر بنا باشد که نمایندگان و مسئولان استانی استاندار انتخاب کنند، پس رئیس جمهور چه کار است؟ آیا این به معنای اتفاق و وفاق ملی است؟ بنده معتقدم این نه تنها وفاق نیست، بلکه تسلیم در برابر جریان‌های مقابل و امتیاز دادن به افرادی است که با آقای پزشکیان مخالفت و مقابله کردند و تا لحظه آخر او را کوبیدند. بنده معتقدم که این وفاق نیست، بلکه تسلیم یک جانبه است. چیزی که بیشتر برای اصلاحاتچی‌ها گرون اومده اینه که پزشکیان داره به کسانی تن میده که علنا میزنن توی سر خود پزشکیان. یه نمونهش فرمانداری ورامینه که در افتتاح نیروگاه عبدالآباد عکس پزشکیان رو از روی بنر حذف کرده، یا شهرداری تهران که بیلبورد زده توی سطح شهر، بعد عکس پزشکیان رو گذاشته پشت سر قالیباف. تازه مثلا خواسته ازش تعریف کنه که اینجوری زده توی سرش که تو پشت سر رئیس مجلسی. از اون طرف استاندارهایی رو برای استانهای فارس و یزد و اصفهان گذاشته که داد اصلاحاتچی‌ها رو در آورده که اینها 3 اصولگرای افراطی هستن و این رو سند خیانت پزشکیان به رای دهندگان توصیف کردند. چون مثلا این بابایی که به عنوان استاندار یزد انتخاب شده قبلا خودش تبلیغاتچی رئیسی بوده و توی انتخابات روحانی رو میکوبیده تا رئیسی سر کار بیاد. گفته بود که ما میگیم دولت خسته و تنبل. یه بزرگ دیگه این اومد گفت نه، من میگم اصلا دولت نداشتیم، به خدا راست میگم ما دولت نداشتیم که. اینا اینجوری کشور اداره میکنن، مردم رو رها کردن به چپاول. حالا بر شما از بازاریات چه رسیده که همه میدونیم دیگه، چی بگیم با این اوضاع اوراقی که درست کردن. این آقایی که به اصطلاح رئیس جمهور بود نه وزیرش رو وقت میداد نه استاندارش رو وقت میداد، یه همچون جمله‌ای باید بیاد خدمتگزار درد دل مردم رو بفهمه. بعد هم که این یارو انتخاب شد جزو اولین کسانی که بهش تبریک گفتند قرارگاه سایبری سپاه و اینجور آدما بودن. یا مثلا این کسی که پزشکیان گذاشته استاندار فارس قبلا 6 سال عضو شورای نگهبان بوده که کارش اونجا قل و غم باند مخالف ولی فقیه بوده. دولت پزشکیان حسین علی امیری عضو سابق شورای نگهبان را استاندار فارس کرد. حضرات اصلاح طلب بفرمایید تحویل بگیرید. توی اصفهان هم دولت پزشکیان یکی از نورچشمی‌های باند پایداری یا همون باند جلیلی رو گذاشته استاندار که دود از کله اصلاحاتچی‌ها هوا رفت و تیتر زدند یک عضو جبهه پایداری راهی دولت پزشکیان شد، یا وفاق ملی یا فشار پایداری، یا باخت دولت به لابی پایداری. دولت پزشکیان جمالی نژاد عضو جبهه پایداری رو به عنوان استاندار اصفهان انتخاب کرد. احتمال اینکه جمالی نژاد در دولت جلیلی به استانداری اصفهان برسه بسیار پایین‌تر از دولت پزشکیان بود. حالا جالبه که تازه ظریف رو هم فرستاده بودند اصفهان که بره این صحنه رو توی جلسه معارفه جمع کنه که اونجا هم جلوی دوربین امام جمعه اصفهان ظریف رو تحقیر کرد و بهش محل نذاشت. وردی رئیس جمهور آقای دکتر ظریف که شوخی کوچیک که دوست عزیزی سالها پیش میگفت که اصولگرا و اصلاح طلب مثل خربزه و عسلن، هیچ وقت با هم نمیسازن. بله، به این دلیله که الان بادکنک وفاق ترکیده و از همه طرف هم اصولگرا و هم اصلاحاتچی دارن به این وفاق میکوبن. باید تعریف این وفاق ملی مشخص شود، چرا که وفاق یک کلمه مصدر به معنای سازگاری و همراهی کردن است.
خب سازگاری و همراهی کردن بین دو جناح که رقیب بودن باید طرفینی باشد، مثل حکمیت است که اگر یک طرف قبول داشته باشد و طرف دیگر قبول نداشته باشد این حکمیت معنا ندارد. همین الان جبهه پایداری علیه آقای پزشکیان و آقای ظریف عمل می کند. با این حال آقای پزشکیان چطور می خواهد بر اساس وفاق با جبهه پایداری که رسما با دولت مخالفت می کند برخورد کند؟ وفاق با تندروها جمع شدنی نیست، چرا که هر قدر آقای پزشکیان عقب بنشینند آنها جلو می آیند و حد یقفی ندارند. یعنی دارن میگن این باند مخالف ما که وفاق نخواسته، تو داری میگی وفاق. در عمل هم هرچی بهشون امتیاز بدی بیشترش رو میخوان. اونا که تعهدی به وفاق ندارن، یا سهمشون رو میدی یا میزنن میزتو چپ میکنن. بعد هم میگن ما هم که رفتیم پشت تو برای این رفتیم که کرسی گیرمون بیاد، اگر این هم گیرمون نیاد تهدید میکنن که پایگاهت رو از دست میدی ها. و این شده وضعیت امروز پزشکیان و وفاقش. این روزها دولت و مسئول پزشکیان روزهای سختی را تجربه میکنند. آنها از چند زاویه مختلف تحت فشار شدید مخالفان و حامیان قرار دارند که در نهایت این فشارها میتواند باعث تقابل میان رؤسای سه قوه و یا تقابل مسئول پزشکیان و مردم شود. دولت باید آگاه باشد اگر پایگاه اجتماعی از دست برود خیلی زود شکاف عمیق به وجود آمده بین دولت و مردم موجب بی‌اعتمادی و قهر مردم خواهد شد. بله، در نهایت دارن هشدار میدن که با ادامه این وضعیت به قهر مردم با حکومت میرسه که البته در همون نمایش انتخابات این قهر رو تجربه کردن، ولی الان دیگه میتونه به فاز قیام تبدیل بشه. در پایان میشه گفت که وفاقی که پزشکیان خیال میکرد دوا و درمون همه دردهای نظام هست، الان از همه طرف به عنوان مقصر اصلی همه مشکلات داره مطرح میشه در درون نظام و بیشتر از همیشه خود پزشکیان رو برده زیر ضرب. وقت بخیر و خدا نگهدار.